حالا ببینیم فقط کافیه توپ الان به ادینیو برسونن. یه ضد حمله سری برای تیم تراکتورسازی. سامان نریمان خودش میره، نریمان خودش میره و توی دروازه بهت و حیرت طرفداران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران. قوقایی از گل و هیجان در آزادی، ولی بر ضد پرسپولیس، نه به نفع این تیم. سامان واقعا حرکت ادینیو تو اینجا هم عالی بود. یه حرکت بدون توپ انجام داد، فضا سازی کرد، فضا رو برای نریمان ایجاد کرد و او گل سوم رو زد. جایی دیگه رفته و پشت جایگاه خودش جا گرفته، دیگه کنار زمین نیست. نگاه کنید این صحنه، هر کی میاد تک میزنه، میخواد نفر به نفر بشه، کاری ازش بر نمیاد و سامان نریمان جهان بازیکن با تکنیک تراکتورسازی که از همون بازی‌های جام شهدا هم معلوم بود که میتونه در این فصل برای این تیم خوب بازی بکنه، اینجا گل سوم رو میزنه. اولین گل تراکتور در این فصل رو هم همین بازیکن زد. البته تو اون بازی‌ها در مقابل پیکان اخراج شد، در فینال جام شهدا با استقلال بازی نکرد سامان. و این ضربه نگاه کنید